تمام مواد روزی همون ششمه که همون حادثه شده بود ما گریسا آورده بودیم دوشنبه دو شبانه روز اون تشخیص کردن و روز نهم متخصص جوابش گرفته کلاب رفته بودن اونجا با کنسیلینگ گذراندن. متخصص غیر واحدی وزارت تندرستی اکسپرتیز خدمات سنیتری خدمات حالت طبی اما رفتن در همونجا یک جلسه کاری برین گذراندن و نتیجه ها شد همونجا مشخص کرد. ضرورت‌های با مواد خوراکه باتولیزم همون بیماریه که خب همشه ضرورت‌های را به وجود می‌آورد. اگر همین بیمارخانه آماده می بود همه طرفه متخصصا خوب می بودن همینا صحت میماندن یا که بیمارخانه آماده بود اما متاسفانه خود همین شهروندان علامت‌های خودشون به پورگی شدن نتوانیدند و از همین سبب متخصصان با دیگر روی توبت رفتن. وقتی که علامت‌ها را به پورگی نشدن در همه صورت چه میگم توبت اصلا نادرست نبود غیری خب چه میگم غیر مقرری میرود. مثلا چرا اینها خودشون در مشخصه کردن که ترکیب خون اونا با چی آلوده شد و چیزا اینا مشخصی فقط تشخیصگاه جمهوری میتونه کردن. این سبب اصلا سبب نبود این خلافی همون نفر اومده تنها یک دو علامت بیماری را گفته گرفت وقتی که علامت ها مشخص نمیشن که پورا نیستن خود دکتر هم برمون میزنن. حکومت فوری برای هم درد سرشون و برای هم تسکین یافتنشون پیشنهاد شدگی است. حتی بیشتری کنانی پیشنهاد شدگی است اونا از بیشتری کنانی رو گردوندگی هستن. به هر حال ما خدمات نظارت دعوتی طبی داریم ما بله فعالیت طبی در همونجا تمام حجت‌های ضروری که میشه چگونه مراجعت کرد وقتی مراجعت کرده است چی گفته همه رای ثبت میشود گفته در همون سند واقعیت باید نشون که همه که تنیده برآمده ایستاده. حالی با ادامه داره پس این مسئله. بله تشخیص خدمتی می‌رود. تشخیص خدمتی بله درست. اگر در صورت تشخیص خدمتی اشتباه رفته باشد همه آدمی که مسئول است حتما که جوابگر میشه. بله حتما. سلامت باشید. تشکر. رحمت.